الو سلام، نبی هستم از ایران. مطلبی بود میخواستم به عرض برسانم. یه چی بر سر شاخ بود و بن میبرید. سید علی خامنه‌ای رهبر شیعیان جهان گفتن نظر من به آقای احمدی نژاد نزدیکتر است. نظر مردم تنفر انتظار از دولت متقلب احمدی نژاد بود. نظر سید علی خامنه‌ای نسبت به آقای خاتمی منفی بود و بیشترین سمپاشی را بر علیه او و کابینه‌اش به عمل آورد. ولی نظر ملت ایران به خاتمی مثبت و بیشترین آرا را چسب نمود. حکومت ولایت فقیه، شما که هرچه گفتید ملت عکس آن عمل نمودند. خوب بود یک مسجد برای اهل سنت در تهران می ساختید تا ملت نسبت به جامعه اهل سنت تنفر انزجار نشان دهند. حال که یک نمازخانه را تخریب کردید، عکس العمل ملت چه بود؟ قطعا نظر ملت مساعد و باورشان به جامعه اهل سنت 100 چندان شد. پیوستن هزاران هزار جوان ایرانی به جامعه اهل سنت را به موحدین جهان به خصوص شبکه وصال حق و شبکه جهانی کلمه تبریک میگویم. الو سلام، من رامین گودرزی هستم از ایران تماس میگیرم. لرستان علیکوت هستم. دوست عزیز، من شیعه هستم. واسه برادرای سنی احترام خاصی قائلم. از اینی که یه سری میان واسه ما واسه شما یه سری مشکلات به وجود میارن که به هم توهین میکنیم، خدای نکرده به ادیانمون، به باورهامون، به اعتقاداتمون. این واقعا از درون گریه میکنم، از درون خورد میشم. ببینید، عایشه یه خانم محترم بوده، همسر پیغمبر بوده، خیلی خدمات انجام داده. این که ما بخوایم توهین کنیم یا اینکه خدای نکرده اینا بخوان از شما که واسه بخوان به دین ما توهین کنن، اینا یه جورایی گزک دست یه سری افراد میدیم که بخوان این مسائل دامن بزنن. من به نوبه خودم معذرت‌خواهی میکنم اگه یه شیعه به شما توهین کرده. من معذرت میخوام. انشالله که بتونیم زیر سایه خدا، زیر سایه پیغمبر، انشالله روزای خوبی داشته باشیم. دست خدا نگهدارتون باشه. انشالله ما رو دعا کنید. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.